بازیکن تو ایران، بهترین بازیکن توی جهان. بازیکن نداریم که 5 تا مسابقات جهانی اومده باشه پشت سر هم. برنز دارم توی ترکیه، یه دونه نقره دارم توی کانادا. 2 بار بازی‌های آسیایی المپیک آسیایی وشو رفتم که یکیش گوانژو بوده، برنز گرفتم و یکیش کره بود اینچون. 5 تا خواهر و یه برادر، پدرمون هم کشاورز و هیچ باغ و زمینی هم از خودمون نبود. کار میکردیم و هیچی هم نداشتیم، یعنی یه جوری ما واقعا زیر فقر، مثلا در وضعیت مالی زیر صفر. ما خواستیم یه رشته‌ای رو انتخاب کنیم که درآمد داشته باشه. پول اینی که هر دوتامون بتونیم بریم یه کلاس تابستونی و وشو رو یاد بگیریم نداشتیم. هر چی که یاد میگرفت سر کلاس به من یاد بود، با وجودی که شهربانو اولین کسی بود که اومده وشو، من اولین کسی بودم که رفتم تیم. وقتی که رفتم تیم گرفتم همه یه دستکش بوکس داشتم. همه بچه‌های بازیکنای دیگه بهترین امکانات اومده بودن و من نه هیچی نداشتم. اون سال من توی انتخاب شدم برای مسابقات آسیایی، رفتم مسابقه و اولین مدالمو برای ایران، یعنی ایران تا حالا هیچ مدال نداشتیم توی وشو. توی فرودگاه فکر نمی‌کردم کسی بیاد دنبالم. خانواده من تا حالا تهرانم نیومده بودن. یه دفعه رفتم بیرون دیدم همه اعضا خانواده اومده، همه‌شون اومده بودن. خیلی حس خوبی بود، انقدر خوشحال شده بودم. اومدم با پول جایزم یه خونه رهن کردم سمین. همه اعضای خانواده‌مون رفتیم اونجا زندگی کردیم. خیلی خوشحال بودیم که یه خونه داریم و توی زندگی میکنیم. الان خب تیم چون یه تیم بهم پیشنهاد داده که برم توی باشگاهشون مسابقه بدم. بعد بهم گفتن که باید 200 میلیون وثیقه خونه بیاری که بذاری اینجا و بتونیم شما بری برگرد. ما برگردیم و همچین برنامه گذاشته بودیم کل شهر ما رو تمام خونه هاشی بفروشیم 200 میلیون نمیشه. یکی اینکه میخواستم طلای جهانی بگیرم. من آرزوم اینه که توی المپیک بازی کنم. وشو هنوز المپیک نشده، فکر میکنم 2020 حرفاش هست که المپیک میشه.